بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهرگستر مهربان. با عرض سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم. که تان هوشی و باقی هوش پوش، خویشتن را گم مکن یاوه مکوش. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی تو استخوان و ریشه‌ای. پس طبق این ابیات ما امتداد خداوند هستیم و باید عین خداوند پادشاه این لحظه خودمون باشیم. اما چرا این گونه نیست؟ یکی از دلایل اون میتونه این باشه که ما نسبت به خودمون و دیگران روا نمیداریم که اشتباه بکنیم. ما به خودمون و دیگران اجازه اشتباه رو نمیدیم. این در حالی هست که خداوند در این لحظه به همه ما اجازه اشتباه کردن رو میدن. پس ما هم باید هم به خودمون و هم به دیگران روا بداریم که اشتباه کنند. همچنین خودمون. درسته که ما نباید از عمد این اشتباهات رو انجام بدیم، اما زمانی هم که یک فعل اشتباهی انجام دادیم، به جای ملامت کردن خودمون و یا دیگران سعی بکنیم که از اون اشتباه تجربه کسب بکنیم و در حد توانمون دیگه اون اشتباه رو انجام ندیم. ور کنی عادت پشیمان خور شوی، زین پشیمانی پشیمان تر شوی. خب پس اگر که ما عادت به این ملامت من ذهنی بکنیم، یعنی عادت بکنیم که با من ذهنیمون خودمون و دیگران رو اندازه گیری بکنیم، هی خودمون رو با خطکش من ذهنی اندازه بگیریم که خب آیا حالا من این کار رو درست انجام دادم؟ آیا به خدا زنده شدم؟ یا اینکه مدام از دیگران ایراد بگیریم و بهشون امر و نهی بکنیم که تو این کار رو اشتباه انجام دادی، این کار رو باید درست انجام بدی و به طور کلی اگر اشتباهی رو انجام بدن به اونا روا نداریم این اشتباه کردن رو و همیشه دنبال پندار کمال برای خودمون و دیگران باشیم. این باعث میشه که ما پیوسته در این لحظه طعاممون به جای فضاگشایی ملامت من ذهنی باشه که این یکی از بدترین طعام‌هاییه که من ذهنی برای ما درست میکنه و به خورد ما میده. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی رود. و بدین ترتیبه که ما در این لحظه یا پیوسته داریم از طریق من ذهنی فضابندی میکنیم و بدین ترتیب دچار فعل اشتباه میشیم و یا اینکه بعد از انجام دادن اون فعل اشتباه پیوسته خودمون رو یا دیگران رو ملامت میکنیم و بدین ترتیب پشیمان خور میشیم و طعاممون این غذاهایی که من ذهنی برای ما طبخ و آماده میکنه. ترک این فکر و پشیمانی بگو، حال و یار و کار نیکوتر بجو. بنابراین جناب مولانا به ما پیشنهاد میدن که از این افکار ملال‌آور و تکراری من ذهنی که یا تو گذشته است یا تو آینده است و داره ما رو نسبت به گذشته ملامت میکنه و از آینده میترسونه، دست بردار. برو به دنبال حال نیکوتر که اون احسن الحال هست، که در واقع بهترین حال حضور در این لحظه ابدی هست. منظور از حال و یار و کار نیکوتر در اینجا در واقع همون پیوستن به زندگی این لحظه هست. در واقع بهترین یار ما خداوند هست. بهترین یار ما خود اصلی ما هست که در تمامی شرایط در این لحظه پشتیبان ما هست. کار نیکوتر هم که منظور همون فضاگشایی هست. اگر ما حال و یار و کار نیکوتر رو بجوییم، با فضاگشایی جستجو بکنیم و پیوسته روی خودمون کار بکنیم، مسلماً مالک و پادشاه این لحظه خودمون و درون خودمون خواهیم بود و دارای احسن الحال خواهیم شد. خداوند در آیه قرآن می‌فرمایند که ما انسان را در نیکوترین سرشت و بهترین حال آفریده ایم که در واقع اون حال همون حال زنده شدن به خداوند هست. این مطلب رو در ویدیوهای بعدی ادامه خواهیم داد. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید باشه. شاد باشید.